تا حالا ودکا با طعم دارچین خوردین که هم عطر و طعمش فوق‌العاده باشه، هم نرم و ملایم باشه و از همه مهمتر سردردی هم در کار نباشه؟ امروز قراره قدم به قدم یاد بگیریم که چطوری توی خونه ودکا با طعم دارچین رو به صورت حرفه‌ای درست کنیم. این کارو به دو روش انجام میدیم. یکی روش سری با اسانس و دومی به روش طبیعی که هم سالم‌تره هم با کیفیت بالاتر. اما قبلش لازمه که چند تا نکته رو یادآوری کنم. این ویدیو صرفاً جنبه آموزشی داره. مصرف الکل به هر اندازه میتونه برای بدن مضر باشه، پس باید به اندازه و با کیفیت بنوشید. مصرف الکل برای افراد زیر سن قانونی ممنوعه. پس همه مهمتر، قوانین مربوط به تقطیر و تولید الکل تو کشورهای مختلف با هم فرق میکنه. بنابراین قبل از هر چیز قوانین محل زندگیتون رو بررسی کنید. درود به همه شما دوستان و خوش اومدین به کانال مینوش. همونطور که میدونین توی این کانال من به صورت ساده، اصولی و حرفه‌ای نحوه درست کردن انواع نوشیدنی‌های الکلی مثل ودکا، ویسکی، برندی، شراب و آبجو و سایر نوشیدنی‌ها رو از صفر تا صد به صورت قدم به قدم براتون توضیح میدم. بنابراین اگه تازه کار هستین نگران نباشین، چون همه این آموزش‌ها جوری طراحی شده که افراد مبتدی هم به راحتی بتونن این کارو انجام بدن. توی این ویدیو قراره یاد بگیریم که چطور میتونیم یه ودکای ساده رو با دارچین طعمدار کنیم و یه ودکای طعمدار دارچینی با کیفیت درست کنیم. این کارو به دو روش انجام میدیم. روش اول استفاده از اسانس خوراکی روغنی و با کیفیته که روش خیلی سریعیه اما اشکالاتی هم داره. اول اینکه خب از اسانس دارین استفاده میکنین، دومی که اگر اسانستون کیفیت خوبی نداشته باشه و مقدار زیادی استفاده کنین ممکنه طعم ودکاتون رو عوض کنه و یه مقدار تلخی به اون بده. روش دوم هم روشی است که با چوبای طبیعی دارچین درست میکنیم. این روش یه مقدار طولانی‌تره و احتیاج به تقطیر سوم هم داره، اما قطعاً محصول نهایی فوق‌العاده با کیفیت خواهد شد. اما نکته خیلی مهم اینه که برای هر دو روش ما نیاز داریم که ودکا با درصد الکل بالا داشته باشیم. یعنی باید حداقل از ودکای 60% و به بالا استفاده کنیم. روش تهیه، تخمیر و تقطیر ودکای ساده رو از شکر سفید من توی کانال گذاشتم، همچنین روش تقطیر اسودی که میتونین اول به اون ویدیو مراجعه کنین، ودکای معمولی رو تهیه کنین و بعد از همینجا کارتون رو ادامه بدین. اما اگر به صورت خیلی خلاصه بخوام بگم، تخمیر شکر سفید رو انجام بدین، بعد از اون تقطیر اولتون رو انجام بدین، یه مقدار خروجی اول رو فقط برای تمیز شدن کندانسات دور بریزین، چون توی تقطیر شکر ما دیگه الکل متانول نداریم و این کار رو تا رسیدن الکلتون به درجه 20% انجام بدین و همه اون رو جمع آوری کنین. حالا همون ودکا رو دوباره بریزین توی دیگه تقطیر، به همون اندازه هم به اون آب اضافه کنین و این بار تقطیر رو به روش اصولی و مرحله‌ای انجام بدین. یعنی توی ظرف‌های کوچیک الکل‌های سبک جدا کنین، آخرین ظرف هم که الکل سنگین هست جدا کنین و فقط قسمت اصلی یا قلب کارو که کیفیت بالایی داره نگه دارین. همچنین چند تا ظرف انتهایی رو که درصد الکل اونها زیر 40% هستن کنار بذارین. دور نریزین چون از اون استفاده خواهیم کرد. این به این دلیله که نمیخوایم اون الکلمون درجه الکلی زیاد پایین بیاد و ما بتونیم اون درصد الکل 60% به بالا رو داشته باشیم. از اون باقی مونده الکلی که کنار گذاشتیم هم تو قسمت رقیق سازی حتما استفاده خواهیم کرد. برای طعمدار کردن با اسانس روغنی خوراکی اول از همه درصد الکلی رو که جمع کردیم و با الکل سنج اندازه میگیریم. با توجه به حجم الکلمون و با استفاده از این فرمولی که توی تصویر میبینین، حجم نهایی الکل وقتی به 40% برسه رو محاسبه میکنیم. دقت کنیم، فقط محاسبه میکنیم، اون رقیق نمیکنیم. این برای اینه که بدونیم که در نهایت ما چه مقدار الکل 40% خواهیم داشت. حالا به ازای هر لیتر از همون ودکایی که در نهایت با درجه 40% خواهیم داشت، بین 7 تا 10 قطره از اسانس خوراکی روغنی دارچینمون رو اضافه می‌کنیم. این بستگی به کیفیت اسانستون هم داره. ممکنه مجبور بشین که مقدار بیشتری رو اضافه کنید. بعد از اضافه کردن اسانس، بطریتون رو حدود 3 تا 4 دقیقه با شدت تکون بدین. این کارو باید خوب انجام بدین و دلیل این اینه که اسانس روغنیتون کاملا بتونه توی اون الکلتون حل بشه، وگرنه به صورت بلور رو در هنگام سرو کردن و یا خنک کردن خواهید دید. پس کار تکون دادن و مخلوط کردن حدود 3-4 دقیقه با شدت ادامه بدید. حالا رسیدیم به بخش ملایم کردن ودکا. بازم به ازای هر لیتر ودکای نهایی، یعنی ودکای 40% که در نهایت خواهید داشت، 10 گرم شکر سفید به اون اضافه کنین و بازم 3 تا 4 دقیقه تکون بدین تا شکر کاملا حل بشه و دیگه دونه شکری رو نبینید. رسیدیم به بخش انتهایی و حالا وقت رقیق کردن هست. حالا دیگه میتونین اون الکلی رو که درصد بین 40 تا 20 درجه بود و الکل خوبی بود رو به محلولتون اضافه کنین، الکل سنجی کنین و با استفاده از همون فرمول قبلی ودکاتون رو رقیق کنین و به 40% برسونین.
در شیشه رو ببندین ولی کاملا اون رو صفر نکنین و یه مقدار اون رو باز بذارین تا هوا بتونه خارج بشه. بین 7 تا 10 روز به ودکاتون استراحت بدین تا کاملا طعمش جا بیفته و ملایم بشه و بعد از اون میتونین ودکاتون رو نوش جان کنین. حالا بریم سراغ روش دوم، یعنی با استفاده از چوب دارچین. برای این روش هم باز هم ما اول باید اون ودکای 40% مون رو محاسبه کنیم با استفاده از همون فرمولی که دادم خدمتتون و ببینیم که در نهایت چقدر ودکای 40% خواهیم داشت. به ازای هر 1 لیتر از ودکای 40% یه دونه چوب دارچین بزرگ به اندازه‌ای که تقریبا تو تصویر می‌بینید و خرد کنید و بندازین داخل بطریتون. بازم اینجا کیفیت چوب دارچین و مقدار عطر اون خیلی مهمه. اگر فکر کردین که چوب دارچینتون خیلی با کیفیت نیست یا عطر زیادی نداره، از چوب دارچین بیشتری استفاده کنید. در بطریتون رو ببندین، تکونش بدین و اجازه بدین که بین 1 هفته تا 10 روز تو همین حالت بمونه. روزی 1 یا 2 بارم بطری رو تکون بدین که حسابی این مواد با هم دیگه مخلوط بشن. بعد از این مدت ودکای شما تقریبا به این رنگ در میاد. اگه با رنگ تیره اون مشکلی ندارین و عطرش زیاد نیست و اذیتتون نمیکنه، میتونین به همین حالت بعد از اینکه حسابی اون رو صاف کردین و اون ناخالصی و حالا اون رسوبایی که توی اون هست گرفته شد، مرحله آخر کارو که اضافه کردن شکر هست رو انجام بدین. اما اگر دوست دارین که هم رنگ ودکاتون سفید بشه و همین که طعم تثبیت شده و حرفه‌ای‌تری داشته باشه، باید تقطیر سوم رو انجام بدیم. با توجه به اینکه در هنگام تقطیر یه مقدار از عطر ودکامون کم میشه، به همون مقدار چوب دارچینی که در ابتدا توی ودکاتون ریخته بودین داخل دیگ بریزین، ودکا رو بریزین داخلش، به همون اندازه آب اضافه کنین و حالا اون ودکایی رو که کنار گذاشتین، یعنی ودکایی که زیر 40% بود ولی کیفیت خوبی داشتم، داخل دیگتون بریزین و به همون مقدارم باز آب اضافه کنین. تقطیر رو شروع کنین. یه مقدار خیلی جزئی به اندازه‌ای که فقط کندانسورتون تمیز بشه از مقدار اولیه رو دور بریزین و بقیه رو شروع کنین جمع‌آوری کردن تا زمانی که درصد خروجیتون به 20% برسه. توصیه میکنم که تو این تقطیر هم از روش مرحله استفاده کنین، یعنی تو ظروف کوچیک استفاده کنین که اگر خروجی انتهاییتون یه مقدار بدبو بود روی همه ودکاتون تاثیر نذاره. بازم طبق معمول بعد از اینکه تقطیر تموم شد، بهترین قسمت ودکاتون که از همه خوش عطر هست جدا کنین، الکل اون رو اندازه بگیرین و با توجه به حجم اون و استفاده از همین فرمول ببینین که در نهایت چقدر الکل 40% خواهید داشت. به ازای هر لیتر از الکل نهایی مجددا 10 گرم شکر اضافه کنین، در اون رو ببندین و حدود 3-4 دقیقه با شدت تکون بدین تا شکر کاملا حل بشه. در ظرفتون رو یه مقدار شل ببندین که هوا بتونه از توی اون خارج بشه. حدود 7 تا 10 روز بهش استراحت بدین و بعد از این مدت ودکای شما برای استفاده آماده است. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لطفاً با لایک و سابسکرایب این کانال رو حمایت کنین. توی ویدیوهای بعدی که توی کانال به صورت مداوم آپلود میشه، تمداد کردن ودکا با میوه ها و ادویه‌های دیگر رو خواهید دید. همینطور آموزش تهیه برندی، ویسکی، شراب، آبجو و کلی دستورهای حرفه‌ای دیگه. یادتون باشه که مصرف الکل به هر اندازه برای بدن مضره و سعی کنید که همیشه مقدار نوشیدن و کیفیت نوشیدنیتون رو مد نظر قرار بدین. تا آموزش بعدی، بدرود.